شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 28 مارس سال 2022 مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او автомاشین تمغه تایوتا کامری را به مبلغ 20000 دلار آمریکایی نرخگذاری کرده گرفته وعده داده است که автомاشین را فروخته مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما автомاشین را فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق نامبرده سانه 12 مای سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی در آمده از او 270000 دلار آمریکایی و 2 عدد автомاشین تمغه تایوتا کامری و تمغه مرسدس بنز گرفته زبانخط داده است که تا سانه 15 ایول سال 2022 مبلغش را به پررگی برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. ضرر رسانیده شده 297000 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. چند دست از جانب کارمندان مقامات ملیس شهر دوشنبه در مرحله نوبتی عملیات شرطی کرد با مقصد مصادره سلاح سرد گذرانیده شده است که در برابر فروشندگان پردمیت‌های به صفت سلاح سرد استفاده شونده همزمان نفرانی که با خود کرد میگردانند بازداشت و نسبتشان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده می شود. از جمله از جانب کارمندان میلیسیا شهروند قربانوف میروب سال تولدش 2002 استقامت کننده نویه واسه دهه مینت آباد که با کرد مسلح در کوچه‌های شهر دوشنبه به گشت و گذار مشغول بود دستگیر گردیده از او یک عدد کرد دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد.